با سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز. جلسه اول درس الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه رو در خدمتتون هستم. همونطور که میدونید ما اومدیم و 3 مرجع رو برای تدریس خودمون انتخاب کردیم. کتاب اول کتاب آقای دکتر رشیده که این کتاب PDF به صورت فارسی موجوده و در اختیارتون قرار گرفته. کتاب دوم کتاب آقای لندره. کتاب لندر و کتاب رشید به عنوان منابع اصلی در اکثر دانشگاه‌ها برای درس الکترونیک صنعتی یا پاور الکترونیکس مورد استفاده قرار میگیرن. کتاب آقای لندر هم فارسیش به این صورتی که میبینید و در بازار هم با ویرایش‌های مختلف وجود داره و میتونید ازش استفاده بکنید. کتاب بسیار خوبیه، هم کتاب آقای لندر و هم کتاب آقای رشید. یک کتاب سومی هم هست که کتاب آقای دنیل هارت که این کتاب هم کتاب خوبی است و بعضی از دانشگاه به عنوان منابع درسی و مرجع دوم از اون استفاده میکنن. من قصد دارم که منبع اصلی رو کتاب آقای رشید قرار بدم به جهتی که فایل PDFش هست و شما میتونید در واقع از فایل PDF استفاده بکنید. در کنار این کتاب میام و از جزوات مختلف استفاده میکنم و اونها رو برای تکمیل کردن اطلاعات و مباحثی که در کتاب رشید وجود داره و به اونها میپردازیم به کار میگیرم تا ما بتونیم مفاهیم رو راحت‌تر درک بکنیم و برامون بهتر این موارد جا بیفته. اما همونطور که در عنوان درسمون نوشته شده درس الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه رو ما داریم. درس شما درس 3 واحدی است. 2 واحد اون رو به عنوان در واقع آزمایشگاه در نظر گرفتن، یعنی از 3 ساعت 2 ساعت رو برای آزمایشگاه در نظر گرفتن و 1 ساعت رو برای مباحث تئوری. از اونجایی که شما در مقطع کاردانی به سر میبرید و من سعی میکنم که خیلی وارد ریاضیات موجود در درس الکترونیک صنعتی نشم. مفاهیم کلی رو بهتون بگم که عناصر نیمه‌عادی قدرت چیا هستن، مثل دیود، مثل تریستور، مثل ترایارک، مثل دیاگ، مثل ماسفت، IGBT، اونها رو معرفی بکنم و توضیحات کلی رو در مورد اونها بدم بر مبنای کتاب رشید و جزواتی که وجود دارند. مدارهای یکسوساز رو در موردش صحبت بکنم. انواع یکسوسازها داریم: یکسوساز تکفاز، یکسوساز دوفاز، یکسوساز پل. اگر در واقع شما بیاید و بحث 3 فاز، 6 فاز و بقیه رو داشته باشید میتونید یکسوساز 3 فاز، 6 فاز و حتی بالاتر رو داشته باشید. بیایم در مورد بحث روش‌های کوموتاسیون صحبت بکنیم که انواعش رو بگیم. بیایم در مورد سویچ‌های استاتیکی صحبت بکنیم، در مورد کنترل کننده‌های ولتاژ هر جایی رو، در مورد چاپرها صحبت بکنیم، اینورترها. هر کدوم از اینها که فرصت شد و تونستیم در موردش حرف بزنیم میایم و بهش میپردازیم و در مورد اونها صحبت میکنیم. اما همونطور که عرض کردم سعی میکنم منابع و مراجع مختلفی رو استفاده بکنم و به هر حال ما داریم از یک سیستم آنلاین برای تدریس استفاده بکنیم و این میتونه یه مقدار چالش‌هایی رو ایجاد بکنه و سعی میکنم با استفاده از منابع مختلف این چالش‌ها رو به حداقل برسونم و کمتر شما رو دچار مشکل کنم.
خب یه بحثی که وجود داره در مورد تاریخچه الکترونیک قدرت. تو بحث تاریخچه الکترونیک قدرت خب توضیحاتی وجود داره، من به شما توضیح اکید میکنم. بیایید و حتما متن کتاب رو بخونید. اصولا سعی کنید به عنوان منبع درسی از همین الان که در مقطع کاردانی به سر میبرید از کتاب استفاده بکنید و کتاب رو بخونید و سعی کنید مباحث رو به صورت پایه‌ای یاد بگیرید. مثلا در مورد اینکه عناصر نیمه‌نهادی قدرت چیا هستند و چه توضیحاتی در موردش وجود داره. متن کتاب توضیحات کاملی رو داده در مورد اینکه دیود چیست، چه علائم اختصاری داره و غیره که من در مورد اینا صحبت خواهم کرد. اما می‌خوایم بحث کنیم اصلا در مورد اینکه الکترونیک قدرت چیست و چه بخش‌هایی تشکیل شده. خب یک تاریخچه‌ای رو اومدن ذکر کردن که در سال 1948، بعد از اون در سال 1956 و ابتدا هم در سال 1900 اصلا مباحث مربوط به الکترونیک قدرت به وجود اومدن و در نهایت تو بحث الکترونیک قدرت ما 3 علم رو در کنار هم داریم: علم قدرت، علم الکترونیک و علم کنترل. در کنار هم قرار گرفتن این 3 علم اومده و برای ما مبحث الکترونیک قدرت رو به وجود آورده. خب قدرت چیکار میکنه؟ الکترونیک چیکار میکنه؟ کنترل چیکار میکنه؟ ما وقتی داریم بحث مهندسی برق رو مطرح میکنیم، تو بحث مهندسی برق ما گرایش های مختلفی داریم. هر کدوم از این گرایش ها وظایف مختلفی رو دارند. ترکیب این گرایش ها میتونه با هم کمک بکنه تا ما بتونیم یک سری مدارات رو پیاده سازی بکنیم و حالا یک سری کارها انجام بدیم. دقت داشته باشید که پاور الکترونیک یا الکترونیک قدرت یکی از مهمترین دروس و حوزه های کاری در صنعت و الان به جرئت میشه گفت حرف اول رو توی قدرت الکترونیک قدرت میزنه. گرایش اصلی برای دوستانی که مهندسی برق قدرت میخونن درس الکترونیک قدرت و این درس الکترونیک قدرت رو دوستانی که مهندسی برق گرایش قدرت میخونن پاس میکنن و شما هم دارید الان این درس رو به درس عمومی در مقطع کاردانی یا در مقطع کارشناسی میگذرونید. ولی در نهایت بحث پاور الکترونیک یا الکترونیک قدرت به صورت تخصصی برای دوستانی است که گرایش قدرت از مهندسی برق رو دارن و در مقطع ارشد میان اون رو به عنوان دروس تکمیلی تر پاس میکنن و حالا مباحث کلیدی رو یاد میگیرن. اما هر کدوم از گرایش هایی که عرض کردم در الکترونیک قدرت یک کاربرد دارن. مثلا وقتی ما داریم در مورد قدرت صحبت میکنیم، قدرت بخشی است که میاد ادوات نیمه‌نهادی و باقی موارد رو در نظر میگیره، مثل دیودها، مثل ترانزیستورها، مثل تریستورها، مثل دیاک‌ها، مثل ماسفت‌ها. همه این ادواتی که من اومدم و اینجا در موردش صحبت کردم در فصل 1 و هنوز واردش نشدیم. عناصر نیمه‌نهادی قدرت مثل دیود، مثل تریستور، هر کدوم مفهومی دارن. مفاهیم رو در مورد صحبت میکنیم و تو ویدیوهای بعدی به اون میپردازیم. الکترونیک وظیفه این رو داره که بیاد سیگنال های کنترل رو بگیره، انتقال بده، پردازش بکنه و به عرضم به خدمت شما سیستم های قدرت برسونه، به دیود برسونه، به ترانزیستور برسونه، به تریستور برسونه. توجه کنید اینجا ترانزیستور به معنای ترانزیستورهای قدرت، نه ترانزیستورهایی که ما در درس الکترونیک هم می‌بینیم. و کنترل وظیفه تولید سیگنال های کنترلی و الگوریتم کنترل رو داره. پس هر کدوم از اینها یک وظیفه رو دارن. در کنار هم قرار گرفتن
اینها میتونن بیان و یک سیستم الکترونیکی رو بر ما ایجاد بکنن که حالا در مبنای توان بالا و ولتاژ بالا یا جریان بالا کار میکنه. پس دقت کنید دوستانی که در حوزه الکترونیک قدرت کار میکنن، صرف این که مباحث مربوط به قدرت رو بدونن کفایت نمیکنه. یعنی باید یک مقدار از کنترل بدونن، یک مقدار از الکترونیک بدونن و به طور تخصصی تر در مورد قطعات اطلاعات داشته باشن. اما مبحثی که وجود داره، ما دو بحث رو داریم. بحث الکترونیک عمومی یا همون الکترونیک عادی در به عنوان درس الکترونیک، یکی هم بحث الکترونیک قدرت. تفاوت اینها در چیست؟ تفاوت اینها در میزان توانی است که دارن ارائه میکنن. عموما توانی که در الکترونیک عمومی داره ارائه میشه، این توان جریان نهایت 2 آمپر رو خواهد داشت و ولتاژ نهایت 100 ولت رو خواهد داشت. اگر ما بیایم و ولتاژ و جریان، نمودارهای ولتاژ و جریان رو بررسی میکنیم، میبینیم که در نمودارهای ولتاژ و جریان ما ولتاژ 100 و جریان 2 رو خواهیم داشت، 2 آمپر و 100 ولت. در الکترونیک قدرت و محدوده جریانی که برایش در نظر میگیرم، جریان از 2 بالاتر خواهد رفت، به 500 آمپر هم خواهد رسید، یا ولتاژ از 100 بالاتر خواهد رفت، به 300 ولت و بالاتر هم خواهد رسید. پس محدوده ولتاژ و جریان برای ما تعیین میکنند که ما از چه مفهومی بایستی استفاده بکنیم. از ادواتی که در الکترونیک عمومی با اونها آشنا شدیم، مثل ترانزیستورهای BJT، ارزم به خدمت شما دیودهایی که حالا سطح ولتاژ پایین‌تری رو تحمل میکنن، از اینها استفاده بکنیم، یا نه بیایم از دیودهای قدرت استفاده بکنیم، بیایم از الکترونیک قدرت استفاده بکنیم و از ترانزیستورهای قدرت مثل ماسفت، IGBT استفاده بکنیم و غیره، که هر کدوم از اینها میتونن در جایگاهی مورد استفاده قرار بگیرن و حالا من سعی میکنم توضیحاتی رو در مورد اونها به شما بدم. خب اما خصوصیات بارز المان‌های الکترونیک قدرت چیه؟ مثلا سرعت کلیدزنیشونه که خب این سرعت کلیدزنی بالایی خواهد بود. پاسخ فرکانسی در واقع پایین رو دارن. توان و قدرت تحمل بالایی رو دارن. این خیلی نکته مهمه. یعنی جایی که ما می‌خوایم بیایم و ولتاژ بالا و جریان بالا کار بکنیم، می‌دونیم توان از ضرب ولتاژ و جریان به دست میاد. اونجا ما میایم میگیم که بایستی از ادوات قدرت استفاده بکنیم. نکته‌ای که وجود داره در مورد المان‌های الکترونیک قدرت، باید توجه بکنیم، حتما به سیستم خنک کنندگی نیاز داریم. حتما به سیستم خنک کنندگی نیاز داریم. و بحث دیگر این که ما میخوایم بیایم و اگر یک سیستم الکترونیک قدرت رو پیاده سازی می‌کنیم، نیاز به طراحی سیستم کنترلی داریم که حتما باید سیستم کنترلی قرار بگیره و مورد استفاده قرار بگیرد. در مورد بحث بعدی که میخوایم صحبت بکنیم، بحث تقسیم بندی مبدل‌های الکترونیک قدرت. ما انواع مبدل‌های الکترونیک قدرت رو داریم: مبدل DC به DC، مبدل DC به AC، مبدل AC به DC و مبدل AC به AC. خب ما دو نوع سیگنال رو خواهیم داشت. این احتمال خیلی زیاد اینها رو در موردش مطالعه کردید و دروس مربوطه رو گذراندید. یک سیگنال به اون سیگنال DC میگیم، سیگنالی که ولتاژ به خط ثابت خواهد بود، و بعدی هم ولتاژ AC است. مثلا ما برق شهر رو که یک ولتاژ سینوسی است با یک فرکانس و دامنه مشخص به عنوان یک ولتاژ AC و در نهایت ولتاژ سینوسی در نظر میگیریم با رفتار سینوسی. AC به معنای صرفا سینوسی است و DC هم
مثلا ولتاژ باتری ماشین یا هر باتری دیگه‌ای که شما رو در نظر میگیرید، مثلا ولتاژ منبع تغذیه موبایلتون، مثلا ولتاژ منبع تغذیه کامپیوترتون، همه اینا میتونن منابع DC باشن که ازشون میایم و استفاده میکنیم. خب همه اینا باید تبدیل بشن و همه اینا بایستی مورد استفاده قرار بگیرن. مثلا ما از مدار چاپر میایم استفاده میکنیم برای اینکه ولتاژ DC رو به ولتاژ DC تبدیل کنید. مثلا فرض رو بر این بذارید شما میخواین از باتری ماشینتون استفاده بکنید و که یک در واقع ولتاژ DC رو داره به شما میده، حالا 12 ولت یا 24 ولت، اون رو تبدیلش بکنید به یک ولتاژ 8 ولت 5 ولت، مثلا موبایلتون رو شارژ بکنید. یعنی میخواید شکل ولتاژ رو حفظ بکنید ولی اندازه ولتاژ رو تغییر بدید. یعنی ولتاژ 24 ولت تبدیل بشه به ولتاژ 5 ولت که بیاد و موبایل شما رو شارژ بکنه. بعدی در مورد کانورترها یا اینورترها هستن. یعنی شما بیاید ولتاژ DC رو تبدیل بکنید به AC. مثلا چی؟ مثلا شما فرض کنید که یک سلول خورشیدی دارید، میخواید این سلول خورشیدی که یک ولتاژ DC رو به شما میده ازش استفاده بکنید و با اون یک موتور AC رو راه اندازی بکنید. حالا من یک نمونه مثال رو براتون میزنم و بهتون توضیح میدم این نمونه مثال رو که ازش استفاده بکنید. پس ما میتونیم بیایم و عرض کنم خدمت شما با استفاده از یک مبدل DC به AC بیایم و اینورتر بسازیم. دقت داشته باشید مبدل بعدی که میتونیم استفاده بکنیم مبدل AC به DC یا یک سوسازه که شاید بارزترین و مشخصترین اون عرض کنم خدمت شما شارژر موبایلتون باشه. شما شارژر موبایل رو وقتی میزنید و برق شرق داره از یک منبع AC تغذیه میکنه و در نهایت داره این منبع AC که همون یک سوساز خواهد بود میاد و تبدیلش میکنه به یک سیگنال DC و این سیگنال DC حالا 5 ولت 10 ولت 6 ولت هر مقدار 9 ولت هر مقداری که هست میاد و موبایل شما رو شارژ میکنه. مبدل بعدی هم مبدل AC به AC یه جایی شما نیاز دارید که میزان ولتاژ AC خودتون رو تغییر بدید، افزایش بدید. کاربردهای خاص خودش رو داره که ما میتونیم مثلا برای کنترل روشنایی ازش استفاده بکنیم. مثلا ما میتونیم به عنوان کنترل توان ازش استفاده بکنیم. جایی از این دست ما میتونیم بیایم و از مبدل‌های الکترونیک قدرت استفاده بکنیم. المان‌های الکترونیک قدرت المان‌های متفاوتی هستند. شما میتونید اشکالش رو ببینید، مثلا دیود، مثلا تریستور، GTO، MC، هر کدوم از اینها هر کدوم در واقع یک مفهوم، IGBT ها، ترایاک ها، همه اینها هر کدوم رو که رسیدیم در مورد صحبت میکنیم و بهش میپردازیم. هر کدوم از اینها ادواتی هستن که میتونن به ما کمک بکنن تا ما بتونیم کاری رو انجام بدیم. اون چیزی که در صنعت بیشتر مورد استفاده قرار میگیره و در واقع معمولتر IGBT ها هستند، ترایاک ها هستند، دیاک ها هستند، تریستور ها هستند، دیود ها هستند. باقی هم هر کدوم در واقع کاربرد خاص خودش رو داره. من میخوام این جلسه رو تا اینجا نگه داشته باشم. یه نکته فقط، ما میتونیم از نرم افزار مطلب هم استفاده بکنیم. حالا چون شما کاردانی هستید گفتم که ابتدا این رو بهتون نگم، ولی خب نرم افزار مطلب نرم افزار قدرتمندی شاید اصلا نرم افزار رو آوردیم و از نرم افزار مطلب استفاده کردیم. یعنی به جایی که بریم از پروتوس استفاده بکنیم، یعنی پروتوس رو هم قرار دادیم، مطلب رو هم من به عنوان آموزش میارم و توضیح میدم در موردش. ولی خب چون شما نرم افزارهای کاربردی رو پاس نمی‌کنید و مطلب رو یاد نمیگیرید، شاید کمی سخت باشه تو مقطع کاردانی. به همین جهت در ابتدا این رو عرض نکردیم.
اما نگاه کنید، من میخوام در این نموداری که میبینم توضیح بدم ما چرا داریم قدرت الکترونیک و کنترل رو استفاده میکنیم و چرا تمام این ادوات دارن کنار هم استفاده میشن. دقت کنید، من میخوام یک موتور رو به عنوان یک اینداکشن موتور کنترل کنم. اینجا نوشتیم اینداکشن موتور. یه موتور سه فاز رو میخوام کنترل کنم. این موتور سه فاز برای اینکه کنترل بشه نیاز به یک اینورتر داره، یک IGBT اینورتر داره. IGBT اینورتر چیکار میکنه؟ ولتاژ ورودی DC رو میگیره، به ولتاژ ورودی AC تبدیل میکنه، ولی دامنه ولتاژ AC متفاوته. ما میدونیم وقتی به یه موتور از 0 تا نامیش، مثلا موتور من 220 ولت، اگر 220 ولت بهش بدم با حد اکثر سرعت کار میکنه، اگر 0 ولت بهش بدم با حداقل اصلا کار سرعت در واقع نداره، و هر چی ولتاژ بین این تغییر بکنه سرعت هم تغییر میکنه. این IGBT چیکار میکنه؟ یه ولتاژ ورودی DC رو میگیره و به یک ولتاژ AC با دامنه متفاوت، در واقع دامنه مؤثر متفاوت تبدیلش میکنه تا من به اون سرعت مورد نظر برسم. حالا نکته اینجاست، من نیاز به این دارم که از یک منبع ولتاژ سه فاز سینوسی یک ولتاژ DC بسازم. سه فاز سینوسی یک ولتاژ DC بسازم. خب اولین کاری که باید انجام بدم از یک سوساز استفاده بکنم، یک سوساز سه فاز استفاده بکنم تا اینجا یک ولتاژ DC داشته باشم. خب این ولتاژ DC باید به اندازه‌ای بشود که این ولتاژ DC نیاز داره، یعنی اون موتور من رو تغذیه میکنه. پس باید یک چاپر بزنم. چاپر چیکار میکنه؟ DC رو تبدیل به DC میکنه. کل این فرآیند اگر نگاه کنیم چون مباحث الکترونیک کنم، من فقط صرفا میخوام یک موتور رو راه اندازی بکنم و سرعت این موتور رو کنترل میکنم. همین، کار خاصی دیگه غیر از اتفاق بیفته. برای اینکه این اتفاق بیفته من باید یک ولتاژ سینوسی داشته باشم به عنوان منبع، یک سوساز داشته باشم، یک چاپر داشته باشم که این ولتاژ DC رو تبدیل بکنه به ولتاژ DC با مقدار بیشتر، اینورتر داشته باشم که بایستی بیاد تبدیل رو برای من انجام بده موتور. حالا چه الگوریتمی میاد و این در واقع تغییر ولتاژ رو برای من کنترل میکنه؟ الگوریتمی که وجود داره بخش کنترلی است. این بخش کنترلی اینجاست. کل این فرآیند رو اگر ملاحظه بفرمایید میشه بخش ساختار کنترلی. یعنی من یه بخش ساختار کنترلی اینجا خواهم داشت که حالا اگر قرار پیاده سازی بشه بخش الکترونیک هم واردش میشه که در وارد این مبحث اصلا نخواهیم شد، و در نهایت اینها میان در کنار هم کمک میکنن تا من بتونم یک موتور رو کنترل بکنم. من این رو اجرا میکنم برای مبحث انتهایی و بهتون نشون میدم که اجرا به چه صورتیه و چه نتایجی رو برای ما به همراه خواهد داشت. فقط بس اجازه بدید تا این اجرا بشه. خب ملاحظه بفرمایید نتایج خروجی رو. ببینید من یک ولتاژ دارم با سطح دامنه مختلف. این ولتاژ به صورت پالسی است، کاری به اون موضوع نداریم. یک جریان سینوسی داریم. اینجا اون سرعتی است که من دارم. ببینید من قرار بود اون رو به یه سرعتی برسونم، این داره به اون سرعت مورد نظر من رو میرسونه. اینجا گشتاور مثلا فرض رو بر این بذارید که یک باری به موتور اعمال شده، به شافت موتور تغییرات سرعت اینجا اتفاق بیفته و هدف بر اینه که ما بتونیم کنترل بکنیم موتور خودمون رو در شرایط مختلف و به اون نقطه سرعت مورد نظر برسونیمش. توجه بفرمایید، من الان تونستم موتور خودم رو سرعت 140 خودم برسونم. اینجا هم که گشتاوری اعمال کردم موتور قاعدتا یه لحظه بهش فشار میاد ولی مجدد میتونه خودش رو به اون سرعت مورد نظر برسونه. برای اینکه خودش رو به اون سرعت مورد نظر برسونه و جریانش افزایش پیدا میکنه. حالا این مفاهیم چیه کاری ندارم.
و الان واردش نخواهم شد، اگر فرصت کردیم صحبت میکنیم. فقط نکته اینجاست که ما با استفاده از این در واقع مداراتی که دیدید میتونیم بیایم و چیزهایی که توضیح دادم میتونیم بیایم یک موتور رو کنترل کنیم. برای همین عرض کردم مفهوم الکترونیک قدرت مفهوم بسیار بسیار جذاب و به روزی است و شما خیلی میتونید در این حوزه کار کنید. جلسه اول رو تا اینجا خاطر میدیم، ان شاءالله جلسه دوم میریم و ادامه میدیم مباحث خودمون.